این نقلیات جمعیتی در دایره یک اقدام شرکت موبیلی کشور زیت موبایل به مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه رایگان خدمت رسانید. اقدام شرکت تنها از سفر رایگان عبارت نبود. اینچنین از جانب شرکت در داخل نقلیات به هر یک مسافر کتاب کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و کلاه با نوشتجات زیت موبایل تحفه کرده شد که باعث خوشحالی آنها گردید. در دایره اقدام جشنی زیت موبایل به مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان میان مسافران نقلیات جمعیتی بازی‌های گوناگون صورت گرفت و مسافران درباره کنستیتوسیا، باب‌ها و ماده‌های آن، اینچنین دیگر رمزهای دولتی سوال‌ها پیشنهاد گردید. مسافران فعال که به سوال‌ها پاسخ‌های درست دادند، صاحب دیگر مکافات‌ها از جمله رقم‌های نقره‌گین از شرکت زیت موبایل گردیدند. با تشبوس رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی برای جشن گرفتن روز سرخانه جمهوری تاجیکستان شرکت زیت موبایل یک چرابینه آماده نموده است برای شهروندان و مهمانان شهر دوشنبه. ما تصمیم گرفتیم که امروز اتوبوس‌هایی که با برند زیت موبایل تجهیز شده است رایگان شهروندان و مهمانان میتونن رایگان استفاده برند و در این اتوبوس‌ها اینترنتی رایگان جاری پیشنهاد کرده شده است. زیاده از 70 اتوبوس‌هایی که در شهر دوشنبه خدمت رسانی می‌نمایند با اینترنت رایگان نصب کرده شده است و در این سمت کارها دوام داده است. همین گونه امروز برای مسافران نقلیات جمعیتی پایتخت واقعا هم روزی غیر عادی بود. ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه توانستند به مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از نقلیات‌های جمعیتی و اینترنت به طور رایگان استفاده برند و همچنین صاحب تحفه گردند. شرکت زیت موبایل نقشه دارد که در آینده نیز چنین اقدام‌ها را به مزاجانش پیشنهاد نماید.